چقدر در میاری؟ کجا میخوای بری با دختر من زندگی کنی؟ خونه میگیرم. با کدوم پول؟ با پول بابا جونت؟ خودت چقدر پول داری؟ همون پول خودم دیگه جور میکنم. یعنی هیچی نداره دیگه. دختر منو میخواد ببره تو پراگ زندگی کنه، باباش هم یک قرون نمیذاری کف دسته. نبی جان یه دقیقه بیا. این چیه؟ برج. قیمتش چنده؟ من نمیدونم. میتونی یه واحدشو برای ستاره بخری؟ میتونی یه واحدشو اجاره کنی؟ چند سالته نوید جان؟ کل این برج مال یه جوان 23 ساله است. آقا شهرام این یعنی جوان موفق. من آوردی اینجا تحقیرم کنی؟ نه آوردم چشو چالت وا کنی. تو چیت از این آقا شهرام کمتره؟ بگم دزد دیگه کم رابطه نشد دیگه. هر کی پولدار دزده، هر کی هم بدبختی بی فک و فامیل. من نمیدونم، شاید باباش پول داشته، ارث رسیده بهش، بابای پول داده برج زده. ولی پدر من یادت باشه هیچ پسری کاری نشد مگر به سرمایه پدرش. مگه من چی بودم؟ مگه من وزیر مملکت بودم؟ وکیل این مملکت بودم؟ آقا جان، آدم باید جوون باید خودش کمر همت ببنده بیفته دنبال کار. خب بابای من مگه به من چی داد؟ 5 تا گاو. این خونه ایم که از صدقه سر بابات داریم. همون 5 تا گاو الان چنده؟ من الان آرزوم یه گاو شیری داشته باشم. بفرما. تازه بابای من این نونوایی هم بهت داد.